намоишгоҳи 12-уми байналмилалии китоби душанбе ноширону адибон аз кишварҳои Тоҷикистон, Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Туркия, Ҷумҳурии Узбекистон, Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Туркманистонро дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ҳам овардааст. Дар ин чорабинии муҳими фарҳангии даврони соҳибистиқлолии ин навбат беш аз 40 ношир зиёда аз 5000 китобҳои тозанашри худро дар риштаҳои адабиёти бадеӣ, адабиёти кӯдакона, осори илмӣ, таърихӣ, фалсафӣ ва фарҳангу иҷтимоиёт барои алоқамандони китоб ба намоиш гузоштаанд. ضمن مراسم رسمی افتتاح نمایشگاه 12 بین‌المللی کتاب دوشنبه، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان از جمله تاکید داشت که حکومت کشور خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با اهمیت بزرگ و نظررس کتاب در رشد فرهنگ جامعه به مسئله نشر و توزیع کتاب و تشویق و ترغیب جامعه به مطالعه توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. در همین زمینه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه چون عنعنه از سال 2010 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان همچون یک وسیله مهم ترغیب کتاب و تحکیم ارتباطات فرهنگی با ناشران و نویسندگان کشورهای دوست معنی داد گردید. ابراز شد که این تدبیر وسیله خوب و مناسب تبادل تجربه ناشران، معرفی کتاب‌های تازه نشر و در مجموع رشد فرهنگ کتابداری و کتابخوانی در میان جامعه میباشد. هدف از برگزاری چنین نمایشگاه استوار گرداندن رابطه‌های فرهنگی مخصوصا در مسئله طبع و نشر و توزیع کتاب میباشد. ناشران از دولت‌های زیاد در این نمایشگاه اشتراک دارند که سالهای پیشین نیست این رابطه‌ها زمینه گذاشته شده بود. توجه مخصوص بیشتر به مضمون و محتوای کتاب است، به صفت کتاب، به دیزاین کتاب است که یکی از دیگر فرق کننده، یکی از دیگر زیباتر میباشد و طوری که مشاهده میکنید اخلاصمندان با ذوق و شوق زیاد از این نمایشگاه دیدن میکنند. حکومت جمهوری تاجیکستان در مسئله چاپ و طبع رساندن کتاب توجه مخصوص ظاهر میکنند. پیشوای معظم ملت در همه برآمدهایشان مخصوصا با اهل ضیا جهتی دسترسی خوانندگان به کتاب، نشر کتاب‌های ادیبان کلاسیکی و معاصر تاجیک، همچنین در باب ترجمه کتاب‌ها با تشبث پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان طی چند سال اخیر است که آزمون‌های جمهوری در پرتو کتابخوانی دایر می‌گردد. فروغ صبح دانایی، علم، فروغ معرفت و در ردیف اینها دیگر چاره‌بینی‌ها و تدبیرهای مهم فرهنگی هستند که نسل نورس را با کتاب نزدیک میکنند، کتاب با نسل نورس. اما این جهد و تلاش به خاطر توسعه یافتن دانش جوانان است، به خاطر معرفی تاریخ تمدن با نسل امروز است، به خاطر توسعه بخشیدن نشر کتاب در قلمرو جمهوری میباشد. مبلغ گذاری‌های مخصوص از فوند ذخیره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در نشریات‌های جمهوری تاجیکستان راه اندازی می شود که نمونه عالیش 50 جلده اختران ادب می باشد که از آثار ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک فارس را فراگیر می باشد. بنا به نظر جامعه شناسان آثار فرهنگی هر ملت متمدن پیش از همه در کتاب فراهم بوده. آن دانش و حکمت، علم و معرفت و تاریخ و فلسفه را همچون تجربه بزرگ بشری به خاطر معرفت حقیقت، شناخت گذشته و اعمار آینده نیک از نسل به نسل انتقال می دهد. تجربه تاریخی بشریت ثابت نموده است که کتاب بهترین وسیله تربیت انسان است و بزرگان علم و ادب و فلسفه و حکمت جهان این حقیقت را به گونه‌های گوناگون تاکید کردند. کتاب اساسی حیات نویسنده است. امروز برای نویسنده ها در حقیقت عید است، جشن است و من از فرصت استفاده برده تمام نویسنده ها، تمام مخلصان کتاب را با این جشن واقعی تبریک میگویم. ادیبان در برگزاری نمایشگاه های کتاب فعالانه اشتراک میکنند. امروز هم گروه کلان آنها در اینجا هستند. این همه با قرابت بیشتری ادیبان و خوانندگان و از جانب دیگر با قرابت بیشتری ادیبان کشورهای گوناگون و گسترش دوستی و همدیگر فهمی مساعدت میکنند.
اقدام‌های بینظیر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در زمان صاحب استقلالی کشور در سمت رشد فرهنگ کتابداری و بلند برداشتن ذوق کتابخوانی در میان جامعه امکان داده است که رابطه‌های کشور ما با دولت‌های گوناگون در این سمت تحکیم و تقویت یابند. به نظر دانشمندان در برابر تشکیل و برگزاری آزمون‌های جمهوریوی از قبیل فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، نشر و توزیع اثر بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه و در این زمینه اندازه آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی میان قشرهای گوناگون جامعه از اقدامهای بزرگ و بینظیر پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در سمت رشد و توسعه فرهنگ ملی و هماهنگسازی مطالعه کتاب در تاریخ نوین تاجیکان محسوب می‌یابد. از ازل خلق تاجیک کتاب دوستدار و مطالعه کننده کتاب میباشد و محض همین کتاب دوستداری است که امروز در جهان تاجیکان با کتاب‌های خود معرفی شدند. همین گونه نمایش‌های بین المللی باعث همکاری متقابله مطبعه‌ها می‌گردند. در برابر این نویسندگان، شاعرانی که امروز در تاجیکستان هستند می‌توانند با کل دولت‌های دنیا کتاب‌های خود را پیشنهاد کنند. آنها مقام و منزلت بین المللی گیرند و از کتاب‌های دیگر خوانندگان تاجیکستان می‌توانند که کتاب‌ها را خریداری کنند، بینند و از فرهنگ و تمدن و علمی دولت‌های خارجه برخوردار باشند. در دایره نمایشگاه 12 بین المللی کتاب دوشنبه همزمان تشکیل و برگزاری همایش و چاره‌بینی‌ها و ملاقات‌های سودمند میان ادیبان و ناشران کشورهای اشتراکچی و معرفی کتاب‌های تازه نشر در نظر است. در همین زمینه در روز نخستین این چاره‌بینی فرهنگی ملاقات ادیبان تاجیکستان و فدراسیون روسیه عاید به همکاری‌ها در ساحه ترجمه و نشر کتاب برگزار گردید. تاکید گردید که این نمایشگاه فضا و فرصت‌های خوب و طلایی را برای دریافت شریکان با اعتماد جهت همکاری و تبادل کتاب‌های بهترین برای ترجمه و نشر فراهم می‌آورد. نمایشگاه 12 بین المللی کتاب دوشنبه در استانخانه ملی تاجیکستان تا 24 اکتبر ادامه می‌یابد و اشتراکچیان آن همزمان از موضوعات تاریخی و فرهنگی پایتخت مملکت شهر دوشنبه دیدن خواهند کرد. سفرخوجه رضازاده، محمد نبی میرزا رحیم، بحرالدین میرزا علی، شهر دوشنبه برای خبر.